خیلی متشکرم و تشکر میکنم از برگزار کنندگان این جشنواره که این اتفاق خوب رو رقم زدن که من بتونم حضور داشته باشم در بین مردم مهربان، دوست داشتنی، صمیمی و شجاع کرد. خدا رو شکر به هر حال این اتفاقی که الان برای ما افتاده و مردم اینجا الان انقدر محبت دارن نسبت به بنده در رابطه با کارهایی که ساخته شده، من احساس میکنم برمیگرده بیشترش به سریال هایی که بازی کردم مثل مردان آنجلوس، مختارنامه یا یوسف پیامبر و باعث شدن که یه دوستی و صمیمیت خاصی بین مردم کشور ایران و کردستان عراق این اتفاق رقم بخوره. همش به خاطر به واسطه این کارها بود. مردم کرد مردم ساده، دوست داشتنی، بی‌غل و غش، شجاع و اصیل و با فرهنگ هستن. یعنی اونجور نیستش که خدای نکرده بخوایم، نه، من افتخار اینو داشتم که تا به حال یکی دو تا فیلم کردی هم بازی کردم. سریال هم سریال بوده هم فیلم سینمایی بوده و چون از اونجایی که مادر بزرگ خود بندم کرد بودن، من پدر بزرگم ترک بود، مادر بزرگم کرد بود، به هر حال یه رگ و ریشه کردی هم توی وجود ما هستش. خدا رو شکر میکنم این اتفاق خوب رقم خورد که بتونم در بین مردم مهمان نواز کرد حضور داشته باشم. ممنونم از محبتتون.